چیان آدیج لیراخوی همه گوت همو آرمانجاوان جبو سوریه که دموکراتیکه و لدیجی داخویانی سروک وزیر ترک اردوان جی نرازی بون نشانده. جبو آواکرنا یکیتیه نتوی کرد هولدان دیپلوماتیک جی دوام دکن دسته بلندیا کرد افسر و جن لباجار هولری دربار روش سوری و روجاوای کردستان ده هفدیتنان پکتینه. اندام دسته اسماعیل حمید دربار سردان پیشکتین روجاوای کردستان و داخویانین اردوان ده جاجانس نوچین آدیجلی راخفی. همه آنی زمان که یکیتیه گل کرد روجاوای کردستان و جبو آواکرنا سوریه که دموکراتیک به دسته که مزن. اسماعیل حمید درباره گفن سروک وزیر ترک اردوان ده جی گوت چیروکین که دولت ترکی بحث واند که جراستی دورن. حمید درباره هفدیتنین لباشور ده جی آگاهی دان و گوت پیشکتن جالی سروکاتی هریما باشور کردستان و تین شوپاندن حینا آستا کوام گیشتن باشه یکتیم هر کودچه خورترده و همو بالگشتان سر آخافتنین کرد خوازن سوری پرچه بکنجی او ها گوت اف آخافتن جراستی دورن همو ارمان جمع و خبات ما اجبو سوریه که دموکراتیکه ام تو زخت و خطری لسر کسی ناکن ام جوکل کردی لسوریه پرچه اکیجی شورش سوریه نه حامل سر هلوست خواه برانبری ارتش آزادی سوریه جی اونر خاندن کر امنل دیجی ارتش آزادن تن ام دبیجین ام دکارن دور خواه کار بکن و پرستناوی بکن تدجبون عمل هم بروان نینه بیگومان ام دخوازن پیوندین مل گل ارتش آزاد چیه بن جبر که ام هموش با سوریه که دموکراتیک تید کوشن شورش روجاوای کردستان کردین لپارچه دنجی خستیان آوا جوش و هیجانه که مزن کنگره اجواکا دموکراتیک که ده جبون الخاندن روشا روجاوای کردستانی با آوایی که آوارته لحف دجوه خلکی گوری جی جبو پشتگیری مشکل دارخست و لباشوری کردستان جی ریک خستن سازی سویل و خوندکاران جی پشتگیری آخواه یا به کردستان روجاوا را دیار کرن. کنگره جواکا دموکراتیک کجده جبو نرخاندن روشا روجاوای کردستانی با آوایی که آوارته لحف دجوه. هفسروکی BDP سرحتین دمیرتاشی و جبو لیکولینان تاوی هیئته که بچه سردان روجاوای کردستانی. دمیرتاش گفت هم جبو پشگیری و هم جبو پیشخستنا دیالوگا دنابرا کنسیا بلندا کرد، کردین روجاوا، پیاده و ترکیه چیز دستیان به اوی بکن. دمیرتاش خواست دنابرا کردین روجاوا و باکور کردستانی ده پشگیری و دیالوگ واره خورد کرن. مجلس دائمی کنگره جواکا دموکراتیک کجده جبو روشا روجاوای کردستان سوری و روجلات ناوین و جوینه که آوارته پک بینه. جوین و چال تباق دل آمده بیلدار خستن و روشا روجاوای کردستان سوری و روجلات ناوین وره نرخاندن. جبو پشگیری شورش روجاوای کردستان خلک نافچه جلمرگی گوریجی دو رابو سرپیان. گوریان به مشک مشالایی کردستان روجاوا سلاف کرد. لیبلی وکه هر جاره پلیسین ترک خل چالاکی گوریان رانه گرد و ایریش کرد. پلیسان تاوی آوا شد و گازا ایسوت ده ایریشی ده گلین راستین جی بکارانین. پشتی ایریش دنابرا جوانین گوری و پلیسان ده حتی درنگی شوه پفچون دوام کرد. لباشوری کردستان جی فدراسیونا سازین سویل و هرم کردستان و سازین پرورده و خندکاران لنافچه رابیا جوینک هفبش پیکانین. د جوینه ده هولدان ارتشا عراق یالدجی هرم کردستان و روشا روجاوای کردستان هات گوتو بشکرین. سروکی فدراسیون سازین سیویل عدنان انوربک د جوینه ده آخوی و دست نشان کر که با آرمانجا یک دنگی کردان نشانی همون جهان بدن و دستکفتین روجاوای کردستان سلاف بکن کام بونه. انوربک گوت همون سازین سیویلین هرم کردستان پشگیریا دستکفتین روجاوای کردستان دکن و دخوازن همون کرد یکیتی آخوا خورتر بکن.